اکسسوری های پارچه‌ای قسمت اول. برای این بلوط احتیاج داریم به 2 رنگ پارچه تیره و روشن که بهتره جنسشون از پارچه هایی باشه که ریش نمیشه، پارچه های نمدی، فوترها و هر پارچه‌ای که فکر میکنین ریش نمیشه. پارچه ها رو مثل فیلم برش میدیم و دور تا دور بلوط رو میدوزیم. اینو نمیخوایم برگردونیم، ولی برای کلاهش وقتی دورش رو دوختیم برش میگردونیم. حالا داخل بلوط رو پر از پنبه، ابر یا تیکه پارچه میکنیم و کلاه رو روی بلوط قرار میدیم و به هم وصلش میکنیم. روی برگ ها رو هم کوک دوزی میکنیم و همه رو به سر بلوط میدوزیم. حالا نوبت سنجاق سینه است که به پشت بلوط وصل میکنیم و گلسینه ما آماده است. با من با مجموعه اکسسوری های پارچه‌ای همراه باش. به نظرت چطور شد؟